هیچکی نمیمد منو بگیره. میمد من چه قیافه چقدر زشت شدن. خانه این پولاش باشه خوشگل میشه. مثلا یشماغ جوجوری دزدا شدن. یشماغ جوجوری چی نفس کشیدن الکی نیست. یا یشماغ دماغ من میگوشم خوز داره اینو زده که اینجوری دماغ اینجوری شده. خب اینجوری هم میتونی مثل مواتم پریشون کنی همش. چقدر صف بستی شد. سلام دست خواسته اینم آنایی هم هست. اینم میتونی چجوری؟ مام به والله من که اون زمان میبودم دخترت بود دستت میمون میترشید. بیا نمیگم این قشنگ شد فکر کنم. نه این قشنگ شد. این بهتر شد. این مدلش نیست من همجوری بستم. این دیگه حالا هرچی که بستی من همجوری میرفتم اون زمان. مگه اون زمان دنیا میبردم اینجوری میرفتم. چی فکر کردی؟ بگه اونجوری میبستم اونجوری شاید پیدا نمیکردم. مثل چی هارد بالا؟ نه این مال پرنسزا از پشتش رو میبستن. چیا؟ کره ماما ولی این پیژامه هم دیده میشه. نه بابا کدوم پیژامه زیریه؟ چرا پاش زانوش دیده میشه؟ من خودم مطمئنم دیده میشه. پایین هم که دیشبه میگنش. دیشبه رو گشنگه. خیلی نزدیک بود. نه اتاق گرم نیست برات گرم نشه. خاموش کردم مشوره کردی؟ نیست افستی سازم؟ همه بسا بخوابی کنم بخونم شکست؟ بله بگردم خاطر باشگاه ها مشورم اون خیلی میفته. خب من نه سر بگم خب من میگم اصلش همونجوره. با همونجا رو بگیرش این چون میفته. شما منجون از دیگه دیگه بوشش مخواست رو آره آنه ببیره خوش کرده درست شیشات هم این بزن چرا اینجوری پف نمیاد بالا؟ بخاطر جای پیرانه. راست میگه خاطر پیرانه با پیرانه یه میشه دیگه برداری موقع پیرانه نپوش پیرانه نمیشه کوتاه کرد. چی دیگه موقع کوتاه کنم زشت میشه زشت میشه نیم تنه اصلش همیان خیلی خبرش این برام بلند نیست میگم یعنی زشته نه چرا خنگا باش شدن چه احمقا نشدن یکی نگاه کنه بگه این چقدر شبیه احمق هست. آره احمق هستی دیگه بده ببای دوستان عزیز ما لباس به خاطری از زیریم پوشیم که اگه بهمون گیر دادن مجبوریم عوض کنیم جا نداشتیم بتونیم تو ماشین لباس عوض کنیم. نمیتونم سرمو ببندم خود اینکه سبب نمیاد. ما رسیدیم کلات خیلی هم باده و اینکه الان سم یک کلات نازک خیلی سنگین. یو بیبریم این مردم اینجا نگاه میکنم خجالت میکشم. بچه اومدم تا فیلم بگیرم این چیز اومد جلوش. ای بابا بچه اون کوه اون دور دور که میبینی اونا کوهای صبورغوری که مرسی که الان دوباره باز چیز اومد جلوش. اون کوه دشمن انتخاب کرده بود به خاطر همین رشته کوه است که نذاره دشمن بهش حمله کنه که شکر خدا الان دیده نمیشه. ای بابا هر وقت خواستم فیلم بگیرم کاش ویدیو میگرفتم دیدی چجور نگاه کرد. وای اینطوری نمیشه باید اونوری بگیرم وایسا اینوری موخ زدن. ماشینشو با تعجب نگاه کرد. دوباره بگی ماشین نباشه دوباره بگی. آره یارو لباس تا کنه ثابت وایسا. خب دیگه الان نزدیک کاخ کلاتی. آقا فیلم بردار که کلا ویدیوی منو خراب میکنه. مامان چیز بد نیست.
که نقش مهمی دارم. بچه ها اینا گوشواره ها و گردنبندی که بابایی برام درست کرده، خیلی دوستشون دارم، خیلی خوشگلن. قبولیا خب بالاخره اومدیم کاخ نادری. نه آوردن. چی؟ دوباره فیلم چرا؟ اشکال نداره دیگه، ایراد نداره. روح نادرشاه الان شاد شد. شروع شد بزنیم بعدم بگیرم. یکم خلوت شد. نه ببین اینا آماده سازی های قبل بدونیم به خوب جایی پشت استفاده صحنه. کنیم. ما اینجوری نبستی که خب این داری مدل که بر خودت بستی رو داری. آنا واسه همون دیگه، من که مدل دیگه بلد نیستم. ما همین رو بلد نیست. ما همون رو بلد نیستیم. من از این مدل دیگه که میگی بلد نیستم. دیگه من از این مدل بلد نیستم. نه خیلی مال خب بریم از خودت خوشگل‌تر شد. عید میاد میشه اون لباسا. بریم. بزن با بابا اینا برام عکس بگیرم. خود من این قرمزه حالا دیگه کردی شد. اینا هم سازنده گوشواره هامو گردم بندم. دستتون هم درد نکنه. بوستون کنم، ما رو بوستشون کنم. اجازه گرفتم ها. رنگی میگه. گفتم اجازه بگیرم. اجازه خب بریم وارد این کاخ بشویم. اینا همه نقاشی بوده ولی خب شکر خدا اومدن همه رو کندن. این پایینش فکر کنم میره زندانش، نه؟ بستنش. یاد قاره فلان کس از سال 1000 فلان سال اینجوری نگه داریم. تو روحی قرآن آره دیدی؟ آره دیدم ولی نگفتم چیزی. دیگه اون زمان نادرشاه مسلمان بودن از دیگه. اینا بگیر اینا تاخچه ها تاخچه رو گرفتن. خب اینا رو میگن تزیینات اسلامی. خب این تاخچه ها تزیینات اسلامی آره. بله. تمام اینا نقاشی بوده. همه رو بردستن نگاه. آره گفتم خرابشون کردن. متاسفانه. اینام راه داره به اون ورش اگه بخوایم بریم. اینا همه نقاشی بوده. نگاه انقدرش مونده. چقدرش آره کندن همه رو. متاسفانه همه اینا رو کندن، نقاشی رو فقط یه ذره کوچولو مونده. کلا اینا نقاشی بوده.
آره این پله هم میرفتم بالا ولی بستنش. بس من ببینم میتونم اینجا واسه من بگی بریم میتونم کجا برم بالا. برو عقب‌تر یکم. فرض کنیم این لباسا رو پوشیده باشی بخوای از اینا بری بالا. نه همه رو بستن میشد بری تا اون بالا. نه قفله. سخته با این لباسا بخوای بری. خیلی خطرناکه. خیلی باحاله نه؟ بچه بذار بهتون سنگکاریایی روی سطح چیز نشون بدم بیرون کاخه. سنگکاری که نداره. اینا چی بهش میگن؟ نقاشی میگن؟ کاشی کاری؟ کاشی که نیست چیه؟ بابایی به اینا چی میگن؟ میگن نقاشی؟ نه نقاشی میگن نقش اسلیمی. آها نقش اسلیمی. یه چیزی بین نقاشی و چی میگن مجسمه سازی. این پرنده رو نگاه کن بابا. کدوم؟ آها این پرنده رو نگاه کن. میوه اینا خیلی کار کردن. خیلی کار. آره میوه ظرف میوه و یک نگاه کن این شورا آمدن اسم ببینم نه دیگه بعضی وقتا با رنگ سفید یا رو رنگ آره پرنده میگه تا قشنگ بوده. نقشش کلا از بین رفته اصولا. اون لاله کدوم؟ این؟ لاله آها اینجا هم یک پرنده نگاه اینا همه با هم فرق. آره راست میگی. تو همشون ولی لاله کار شده. اینا فکر کنم چیزی نوشتنی داشتن اونجا نه؟ ولی چجوری اینقدر قرینه در آوردن؟ چیز مهم بابا میدونی چیه؟ چی؟ این بریدگی ها که بالا هست بله کتابش تو خونه ما هست. اگه اومدی بیا بهت نشون. آقای منوچهر آریان کتابش نوشته. اگه آمدی بیا بهت نشون. بریدگی ها که بالا هست تو سالات پنجره اون گردش سال نشون. چه جالب. مثلا فرض کن روز عید نوروز ساعت 8 آفتاب از این سوراخ میمده. جان فیلم برداری از فیلم بردار. ولی خیلی قشنگه بابا. درخت به احتمال خیلی قوی زمان نادر کاشته شده. این درخت 300 خورده سال پیش. اینجا هواکش گذاشتن برای چیزا زندانی های پایین. آره بابایی بچه اینجا هواکش فکر کنم گذاشتن. نمیدونم. الان میخوام بریم موزه مردم شناسیش. آره موزه مردم شناسی داره اینجا. این طبقه پایین کاخه. اونجا قبلا زندانش بوده الان تبدیل کردن به موزه. میریم طبقه همکف طبقه پایین کاخ که چیز کنیم موزه مردم شناسیش رو بهتون